از فسنجون پرگوشت پرگردو شما. به خاطر خدا یه تیکه گوشت، یه تیکه فقط. قرمه سبزی هم که عشق ما ایرونی هست. گوشتای عشقمون پس کجاست؟ چرا من هیچی نمیبینم؟ یه تیکه پیدا کردم ولی چرخ کرده است. سالاد بار و ترشی و دسر و شربت‌های دستسازشونو. فکر نکنم. شاید ما آدرس رو اشتباه رفتیم. همیشه که از این حرفا پشت سر ما میزنید. انقدر میزش پر بود نمیدونستم کدوم انتخاب کنم. هر چقدر دوست داری رون و ماهیچه بوقلمون بردار. همینا بود منظورتون؟ چه جالب. همکنون مسابقات کشتی کباب رو مشاهده میکنید. به به عجب مرغی، عالی بود. یه 5 تومن دیگه واریز کنید. نپخته منم. اشتباه شده براتون. من نپختم. اون گوش درسته. تا صبح میشد چیزی گذاشت اما در مجال این ویدیو نمیگنجه. عجب آبلیموی بهداشتی، نه لیبلی نه چیزی. حتی زیر میز ما هم موقع غذا خوردن اومدن جارو زدن. حالا وسط جارو زدن یهو بشقابم باید میبردین دیگه. خودش گویای همه چیز هست. هر چیزی که بگم اضافه گویی کردم. اگر میبینید غذا روی میز اضاف میاد، مردم اسرافکار نیستند. شاید هم کیفیتتون مشکل داره یکم. والا صادقانه حتی روم نمیشه جدول امتیاز بذارم. دیگه چیزی که عیان بود چه حاجت به بیان بود. ویدیو قرمز، رسانه نقد و بررسی و تحلیل تبلیغات اینستاگرام. فالو کن گممون نکنی.